شوخی‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام گفتند شما با ما شوخی میکنید؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام گفتند من به جز حق چیزی نمیگویم. روایت ترمذی. از زید ابن اسلم رضی الله عنه روایت شده است که زنی بود نامش ایمان نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام آمد و گفت شوهر من شما را دعوت میکند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام گفتند شوهر تو کیست؟ همانی که در چشمانش سفیدی دارد. آن زن گفت سوگند به خدا که در چشمان شوهر من سفیدی نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام گفتند بله در چشمانش سفیدی هست. آن زن گفت نه سوگند به خدا. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام گفتند کسی نیست که در چشمانش سفیدی نباشد. از حسن رضی الله عنه روایت شده است که پیرزن سال خورده به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام آمد و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام طلب کرد که برایش دعا کند تا که داخل جنت شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام گفت پیرانسال داخل جنت نمی شود. آن زن به گریه آمد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام گفت تو در آن روز پیرانسال نخواهی بود. خداوند می‌فرماید إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ما آن زنان را بیافریدیم و چه آفریدنی زیبایی و آنها را باکره گردانیدیم معشوق همسران خودند. سوره الواقعه آیات های 35 تا 37.